کلاب زیر آب است، یک نصیحت کنید داملا. سبحان الله، اگر همه دنیا همش زیر آب مانه کاری عجیبی نیست. در زمان نوح علیه السلام یک بار دنیا همه زیر آب مانده بود. سببش گناهان مردم بود. ایرا قرآن خبر میدهد. با اینقدر گناهانی که ما میکنیم، حالی هم از آسمان سنگ نباریده، ما باید شکرانه الله کنیم. یگان نوع گناه نماند که ما مردم انجامش نداده باشیم. پس از این بدترش هم باید انتظار باشیم. سیل و آبخیزی یا هر بلا و مصیبتی که باشه، سببگار اساسیش گناهان خود ماست. این گناهان خود ماست که ما را به سوی هلاکت میکشاند. تصدیق این گفته ها این سخن پروردگار است که در آیت 3 سوره شورا می فرماید: و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. یعنی هر بلا و مصیبت و سختی که بر سر شما می آید به سبب گناهانی است که شما انجام داده اید. پس وقتی تا حال از گناهان توبه کردنی نیستیم، از این بدترش رو باید انتظار باشیم. الله بر ما رحم کند.